بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگویند تاریخ را فاتحان می نویسند، اما در واقع این جمله برای تسلی کسانی است که نامشان از قلم مورخان دور مانده است. برای سالهای سال کتب علمی جریان الکتریسیته و برق را تنها به یک نام، یعنی توماس ادیسون، نسبت داده اند، در حالی که بنابغه‌ای که تکنولوژی پیشگامانه او در زمینه برق واقعا توانست به جهان پیشرفته نیرو ببخشد، در تاریخ علم و دانش کمتر اشاره شده است. تا پیش از ورود به قرن 20 برق همچنان یک کنجکاوی علمی محض باقی مانده بود و هنوز هم بسیاری نسبت به کارهای آن تردید داشتند. اما در روز 10 جولای 1856 در سیمیلجان امپراتوری اتریش فردی به دنیا آمد که نیکولا تسلا نام گرفت و بیش از هر فرد دیگری این مسیر را تغییر داد. در حقیقت تحقیقات پیشگامانه تسلا در زمینه برق تنها بخشی از نوآوری‌ها و اختراعات علمی بود که باعث شد تا وی در حد یک الهه علم در جهان مشهور شود. در واقع تسلا نه تنها در کارها و پیشرفت‌های پیشینیان خود تحول ایجاد کرد، بلکه با پیشی گرفتن از دانشمندان معاصر خود گامی بلندتر در این مسیر برداشت. همانطور که یک ستاره موسیقی باید برای رسیدن به عنوان الهه موسیقی جهان باید قطعات بی‌نظیر بسازد، در علم هم همین قانون صدق می کند، چرا که باید آنقدر ماشین های نوآورانه و خلاقانه ساخت تا بلکه یکی از آنها به اختراع علمی تبدیل شود. علاوه بر تمام اینها، چنین مخترعی باید ویژگی های متمایز چون غیر عادی بودن، بصیرت و انگیزه و توان تحمل مشقت‌ها و ریاضت در راه علم را هم داشته باشد. در واقع نیکولا تسلا چنین فردی بود. تسلا در سال 1882 در شرکت کانتینیل ادیسون مشغول به کار شد. او در آن زمان روی موضوعی کار میکرد که یک صنعت نوین محسوب میشد. کار او در واقع نصب و راه اندازی سیستم های روشنایی معابر با لامپ های رشته‌ای بود. تسلا در آن شرکت تجربه عملی زیادی در زمینه مهندسی برق به دست آورد. مدیریت شرکت خیلی زود متوجه دانش و مهارت او شد و اجازه داد که نیکولا در حوزه طراحی و ساخت نسخه های جدید دینام ها و موتورها مشغول شود. تسلا در سال 1884 همراه با مدیر مستقیم خود در پاریس به ایالات متحده مهاجرت کرد. او در شرکت ادیسون مکانیک ورکس در منهتن مشغول به کار شد و مشابه کاری که در پاریس انجام میداد، تمرکز خود را روی رفع مشکلات نصب و بهبود ژنراتورها گذاشت. برنارد کارلسون تاریخدان میگوید تسلا احتمالاً در آن دوره فقط چند بار مؤسس شرکت توماس ادیسون را دیده بود. یکی از این ملاقات ها که در خود زندگی نامه او آمده، فردای شبی بود
که تا صبح بیدار مانده بود تا دینام معیوب کشتی SS اوروگان را تعمیر کند. در آن روز ادیسون و بچلور با تسلا برخورد کردند و ناآگاهانه به او به خاطر شب بیداری طعنه زدند. با این حال وی به آنها توضیح داد که چرا شب بیدار بوده و نظر ادیسون را عوض کرد. تسلا در زمان حضور در شرکت ادیسون در زمینه توسعه سیستم های روشنایی لامپی هم کار کرد، اما طرح‌های او هیچ وقت تولید نشد. نیکولا تسلا در نهایت پس از 6 ماه کار در میکانیک ورکس از این شرکت بیرون آمد، اما دلیل اتخاذ این تصمیم دقیقاً مشخص نیست. تسلا در کتاب زندگی نامه اش می گوید یکی از مدیران شرکت از او خواسته بود 24 نوع متفاوت از دستگاه های استاندارد را در ازای پاداش $50,000 برای این کمپانی طراحی کند، اما در نهایت مشخص شد که این پیشنهاد یک شوخی بوده است. در عصری که دلار در جهان قدرت نمایی می کرد و دانشمندان و مهندسان آن دوره توانستند با تنها 1 یا 2 پیشرفت ساده و پیش پا افتاده برای خودشان امپراتوری کسب و کار درست کنند. مرکز تسلا هرگز از کارش منحرف نشد. همین مسئله باعث شد تا او در عین پرکار بودن همچنان دانشمند فقیر باقی بماند، زیرا هرگز مانند همقطارانش روی کسب درآمد در آن زمان متمرکز نشده بود. در حالی که رقبای تسلا در جنگ جریان، یعنی مبارزه میان اردوگاه‌های تسلا و ادیسون بر سر اینکه تکنولوژی کدام یک از این دو در نهایت میتواند تاج و تخت سلطنت انحصار برق را با چنگ و دندان حفظ کند. قرار داشتن تمایل تسلا جهت دریافت بودجه برای پروژه بزرگ بعدی برای چندمین بار از عزم این دانشمند در حفظ حق مالکیت معنوی اختراعات و پتنت های خود حکایت میکرد. تمرکز و دوراندیشی تسلا تقریباً به همان نسبت که مخترعان به جامعه منفعت رساندن به همان نسبت به ضرر او تمام شد. وی برخلاف توماس ادیسون که از عموم جامعه برای اعتبارش هزینه کرد، از رسانه ها و مطبوعات برای تبلیغ و شهرت یا حتی حمله به مخالفانش و ایجاد موقعیت کسب و کار قدرتمند استفاده نکرد. از همه اینها مهمتر دستاوردهای او حتی از یافته‌های سطحی همقطارانش هم فراتر رفت. در عین حال او جهت دریافت بودجه برای تأمین هزینه‌های تحقیقات خود موانع بسیاری در پیش داشت. به عنوان مثال تسلا پیشنهاد کرد تا از بدنه غیر فلزی و نارسانی ناوه‌های جنگی امواج الکتریسیته با فرکانس بالا منتشر شود، اما نیروی دریایی ایالات متحده بودجه تحقیقات این پروژه را تصویب نکرد. تسلا نیز مانند مخترعان دیگری که جهان را تغییر دادند فرد بصیر و ژرف اندیش بود و وقتی توانست این بینش را به سایر پیشگامان علم نیز منتقل کند کم کم کارش گرفت و پیشرفت کرد.
در سال 1893 میلادی تسلا توانست با ارائه تئوری جریان نامتناوب AC طرح پیشنهاد جریان مستقیم DC که از سوی توماس ادیسون برای روشنایی بنای یاد بود نمایشگاه جهانی کلمبیا در شهر شیکاگو ارائه شده بود را شکست دهد. این اتفاق نه تنها این رویداد جهانی را به نقطه عطفی در جنگ جریانها بدل کرد بلکه باعث شد تا تسلا بتواند بزرگترین رویاهایش نظیر رویای کودکیش برای مهار نیروی آبشار نیاگارا محقق کند. حتی پس از آنکه تسلا توانست در قرارداد آبشار نیاگارا پیروز شود، گرچه اکثر حامیان وی نسبت به عملکرد موفق ماشین‌های هیدرولیک تسلا تردید داشتند، اما تسلا هیچ تردیدی در این باره نداشت. در نهایت در نیمه شب 16 نوامبر 1896 که سوئچ ژنراتور برق آبی زده شد، 34 کیلومتر آن طرفتر یعنی در شهر بوفالوی ایالت نیویورک چراغ‌ها روشن شد. طی تنها چند سال بوردپست برق نیاگارا تا 644 کیلومتر آن طرفتر یعنی تا شهر نیویورک افزایش یافت و بدین ترتیب رویای نوجوانی تسلا محقق شد. تسلا همچنین طرح کنترل یا دست کم کاتالیز هوا از طریق جریان الکتریسیته را نیز ارائه کرد. وی در این طرح انتقال جهانی برق و از طریق آن انتقال اطلاعات را ارائه کرد که این طرح تسلا در حقیقت نمونه اولیه سیستم ارتباط بیسیم جهانی بود. وی در توجیه طرح خود به مؤسسه مالی اعتباری JP مورگان گفته بود که وقت ارتباط بیسیم در سراسر جهان پیاده سازی و برقرار شود، زمین به یک مغز بزرگ تبدیل خواهد شد که می تواند در هر نقطه از آن پاسخگو باشد. البته از تمامی این بحث ها گذشته نباید از کنار طرح پرتو مرگ تسلا نیز به سادگی عبور کرد. اشعه مرگ یا اشعه صلح در واقع سلاحی بود که می توانست هر هواپیمایی را از فاصله صدها مایلی در آسمان سرنگون کرده یا روز هر پیاده نظامی را از کیلومترها دورتر جهنمی کند. در بحبوبه بالا گرفتن جنگ جهانی دوم، تسلا از دستیابی به سلاح پرتو صلح خبر داد و اعلام کرد که این سلاح می تواند برای همیشه به جنگ پایان دهد. وی از این سلاح که امروزه آن را با عنوان سلاح ذرات پرتو می شناسیم به چیزی مانند دیوار چین تشبیه کرد که به عنوان یک سلاح ضد جنگ می توانست از مرزهای ملی کشورها محافظت کند. احتمال دستیابی قدرت‌های جهان به سلاح ذرات پرتو به خصوص پس از مرگ تسلا و گم شدن تعدادی از مقالات وی در این زمینه سبب بروز جنگ سرد شد. طرح دفاعی ریگان یا برنامه جنگ ستارگان سبب مشهور شدن سلاح‌های لیزری شد، اما سازمان پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی DARPA در اوایل سال 1958 میلادی در این باره شروع به مطالعه کرد. چی خوب چی بد، مرموز یا عجیب و غریب بودن یکی از خصوصیات همیشگی نوابغ است
که تسلا نیز از این قاعده مستثنا نبود. برخی بر این باورند که تسلا مهمترین اختراعاتش مانند موتور القایی را به تنهایی و با نیروی تفکر خودش اختراع کرده است. برخلاف ادیسون که مسائل را با استفاده از نمونه‌های اولیه آزمون و خطا یا تکرار روش سایرین حل می‌کرد، تسلا دریافته بود که راه حل‌های مهم بعضی وقتها ناگهان در ذهنش جرقه می‌زند. تسلا به خاطر همین روحیه مبتلا به مشکلات بینایی، توهم شنوایی و همینطور حساسیت به ارتعاشات و نور شدید شد. او همچنین یک ترس عجیب داشت و آن هم ترس از اشیاء کروی نظیر گوشواره، مروارید زنانه و وسواس عجیب روی عدد 3 بود، به طوری که همه چیز از ساندویچ گرفته تا فضای اتاقش را بر عدد 3 تقسیم می کرد. مشکل دیگری که این مخترع از آن رنج می برد ترس و انزجار از میکروب بود. بنابراین رژیم غذایی خود را به خوردن غذاهای جوشانده محدود کرد. گفته می شود که این ترس زمانی در تسلا شکل گرفته که یکی از همکارانش آب نجوشیده را در زیر میکروسکوپ به او نشان داد. این فیزیکدان پا به سن گذاشته در اواخر زندگانی اتاق هتل محل اقامتش کبوتر نگه می داشت، اما بسیار آراسته تر از هر زمان دیگر لباس می پوشید. این رفتارهای دوگانه باعث شد تا برخی نسبت به سلامت روانی او دچار تردید شوند. هرچند این خصوصیات عجیب هم باعث نشد تا تسلا گوشه‌گیر شود، به طوری که خبرنگاران و دوستانش نیز همچنان از او به عنوان فرد فروتن، جذاب و خوشمشرب یاد می کردند. تسلا نیز مانند کارل فریدریش گاوس نام خود را به واحد جریان مغناطیسی در سیستم بین‌المللی یکها که به اختصار SI خوانده می شود بخشیده است. همچنین یک تسلا را می توان به عنوان واحد برای القای الکترومغناطیسی در نظر گرفت. زمانی هم از جریان فرکانس بالا با عنوان جریان‌های تسلا یاد می شد. یک تسلا برابر است با چگالی شارژ یا وبر بر متر مربع یا 10,000 گاوس که دانشمندان اغلب برای اندازه‌گیری میدانهای مغناطیسی ضعیفتر از گاوس و برای اندازه‌گیری میدانهای مغناطیسی قوی‌تر نظیر آنچه که در دستگاه‌های MRI جریان دارد از واحد تسلا استفاده می‌کنند. یک وبر نیز بر واحد شارژ مغناطیسی است که میتوان از آن به عنوان میزان انرژی مغناطیسی که از واحد یک سطح مثلا سطح آهنربا عبور میکند نیز یاد کرد. بد نیست باز هم به چند سطر قبلی، یعنی جایی که القا را تعریف کردیم برگردیم و ببینیم که چگونه تغییر میدان مغناطیسی میتواند سبب شارژ جریان ها در یک رسانه شود. یک وبر میزان جریان این انرژی مغناطیسی است که برای القای 1 ولت جریان برق در یک حلقه سیم لازم است. در واقع این تعریف کمی اختصاصی تر از آن است. از این تعریف این گونه برمی آید که مثلا در 1 ثانیه و با یک مقدار ثابت جریان یا شارژ را به 0 کاهش دهید. حتما برایتان این سوال پیش آمده که واحد وبر از کجا
برگرفته شده است. واحد و بر در حقیقت به افتخار ویلهلم ادوارد وبر، فیزیکدان آلمانی، به دلیل فعالیت مؤثرش روی شارژ مغناطیسی و اختراع تلگراف الکترومغناطیسی در سال 1833 نامگذاری شده است. با تشکر که تا این ویدیوی ما را تماشا کردین. لایک کنین، سابسکرایب بکنین تا از ویدیوهای بعدی ما